امروز میخوایم با همدیگه ببینیم هزینه های یک ماه زندگی توی آلمان، توی برلین و کلا شهرهای مختلف آلمان چقدره و بهتون بگم که جزئیات خرجایی که شما توی ماه دارین چیه، پولتون برای چی خرج میشه. چون اگه یادتون باشه یه ویدیو من ساختم در مورد اینکه درآمد بعد از مهاجرت ارزشش رو نداره، لینکش رو براتون میذارم بعد از این ویدیو، حتما رو ببینین اگه هنوز ندیدین، و گفتم توش چجوری ممکنه شما کل درآمدتون خرج شه و هیچی براتون آخر ماه نمونه و چجوری هم ممکنه این اتفاق نیفته. یعنی هر دوشو بهتون گفتم و خیلی‌ها پرسیدین تو اون ویدیو که خب چه خرجایی ما داریم ماهانه. امروز بهتون میگم که چه خرجایی داریم. هر وقت می‌خوایم در مورد هزینه ها صحبت کنیم، خب اولین سوالی که به وجود میاد اینه که من چقدر حقوق میگیرم، چون مطمئنا خیلی تفاوت داره. اگه یه جای حقوق بالا باشه طبیعیه که میتونه هزینه ها هم بالا باشه، اگه یه جای حقوق پایین باشه هزینه های بالا پرداختش کار سختی میشه. ولی حقوق رشته به رشته و شهر به شهر فرق داره. یه ویدیو کاملم در مورد این موضوع داریم، لینک اونم میذارم که ببینید دقیقاً رشته شما حقوقش چقدره. ولی به صورت میانگین همونجوری که اونجا گفتم میتونیم میانگین در نظر بگیریم که بعد از کم شدن مالیات و اینا برای شما یه 2500 یورو در ماه میمونه. و حالا میخوایم ببینیم از روی این 2500 یورو ما چه هزینه هایی باید بدیم. همونجوری که قبلا هم بهتون گفتم، یکی از مهمترین هزینه هایی که ما باید بدیم هزینه اجاره است. یعنی بخش زیادی از حقوق شما میره برای اجاره که دوباره میخوایم توی برلین رو بررسی کنیم. ببین توی برلین اگه بخواین تو سیتی سنتر یه اتاق یک خوابه بگیرین، یه چیزی بین 850 تا 2000 یورو میتونه برای شما هزینه داشته باشه. حالا ما اون 2000 یوروهاشو نمیگیم، مطمئنا خیلی چیز خفنیه. 850 هم نمیگیم، مثلا یه چیزی اولوش 900 ممکنه برای شما هزینه داشته باشه. همین خونه رو ممکنه بگی من تو سیتی سنتر نمیخوام بگیرم، میخوام خارج از سیتی سنتر بگیرم. چون تو برلین ما چند تا رینگ داریم، یعنی یه منطقه آ داریم که مرکزی برلین، منطقه ب داریم و منطقه س داریم که از مرکز خب دور میشه، خونه ارزون تر میشه، رفت آمد ممکنه یکم سخت تر شه. یکم از اون مرکز شهر که فاصله بگیرین اون وقت میشه بین 650 تا 1400، یعنی یه چیزی میانگین میتونیم بگیم یه چیزی اولوش 900 شما باید اجاره آپارتمان بدین. این برای کسی که یک نفر باشه. ممکنه بعضی از بچه‌ها تو همونجا سوال کرده بودن اگه ما چند نفر باشیم چه جوری میشه، که همونجوری که میبینین مثلا اگه شما یه جای سه خوابه بخواید مرکز شهر ممکنه بین 1600 تا 3600 یورو هزینه اجارهتون میشه. اگه بیرون شهر باشه خب این باز کمتر میشه، مثلا از 1200 شروع میشه. پس میبینین یکی از هزینه‌های مهم شما هزینه در واقع محل سکونت شماست که اگه بخواین یک جایی رو اجاره کنین چه جوریه. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که اصلا من اگه بخوام بخرم خونه تو برلین چه جوریه. خب هزینه‌های اونم براتون میذارم. اگه بخوایم بخرین هم میبینین که بر اساس متر مربع توی سیتی سنتر و خارج از سیتی سنتر قیمت‌های مختلفی داره و منبع این عددارم بهتون میگم که از کجا بیارین و بتونین شهرهای مختلف رو مقایسه کنین. بعد از اون میرسیم به هزینه خورد و خوراک. خب شما قاعدتا تو طول ماه ممکنه بخواین رستوران برین. حالا این رستورانی که میرین ممکنه مثلا بخواین یه نفر به رستوران یه غذایی بخوره که در طول ماه ممکنه مثلا تو رنج 12 یورو خرج رستورانتون بشه. ممکنه مثلا یه مکدونالدی بخواین برین، مثلا ماهانه یک 9 یورویی خرج مکدونالدتون بشه. اینا رو دونه دونه بهتون میگم که مثلا هر کدوم خواستین میتونین کم و زیادش کنین و بعد حتی بهتون میگم تو چه سایتی چه جوری بزنین که دقیقاً برای شما درآد. و همینطور که می‌بینین مثلا ممکنه هزینه آبجو داشته باشین، یه چیزی 4 یورو در ماه، مثلا نمیدونم هزینه آب داشته باشین، آبی که بیرون تو بطری میگیریم و میخوریم مثلا همون ممکنه 2 یورو بشه. در مورد آب و نوشابه و اینا نکته جالب بهتون بگم، توی آلمان نوشیدنی خیلی گرونه. یعنی وقتی شما میرین رستوران ممکنه به چشتون بیاد که چقدر من نوشابه‌ای که میگیرم گرونه، چقدر آبی که میگیرم گرونه. و واقعیت اینه که رستوران ها و فست فودها سودشون یه بخش زیادیش تو فروش نوشیدنیه. در همین اینجا نوشیدنی مخصوصا توی رستوران ها یکم گرونه، تو فروشگاه ها اونقدر گرون نیست. بعد از اون یک هزینه دیگه‌ای که شما دارین هزینه‌های مربوط به فروشگاه هاست، یعنی خریدهای فروشگاهی. مثلا اینکه من در ماه میخوام شیر بخرم، ممکنه 1 یورو خورده پول شیری که میخرم بشه. ممکنه من در ماه بخوام برنج بخرم، مثلا یه چیزی اولوش 2 یورو خورده پول برنج بشه. اتفاقا برنج هم این چند وقته یکم گرون شده، نمیدونم چرا، شاید حالا دوباره قیمتش درست شه.
یا مثلا تخم مرغ بخوام بخرم، مثلا ممکنه در ماه یه چیزی هولوش 2 خورده پول تخم مرغم بشه. مثلا فیله مرغ بخوام بخرم و دوباره می‌بینیم به نسبت اون خریدات، خب تو خریداتون همیشه چیزایی که گوشتی و مرغ میشه یکم بیشتر به چشم میاد دیگه. مثلا ممکنه در ماه من بخوام 9 یورو فیله مرغ بخرم، یا مثلا بخوام 12 یورو پنیر بخرم. حالا اینجا خیلی پنیرم زیاد میخرن، شما شاید بیاین به برنامه غذاییتون پنیر اضافه بشه یا نشه. میگم اینا رو من اعدادشو براتون جدا جدا گذاشتم و این جدولی که بهتون نشون میدم و لینکش هم براتون میذارم که خودتون دقیقاً بتونین ببینین. بحث میوه ها هم هست، مثلا اینکه من بخوام 1 کیلو سیب بخرم 2 یورو، مثلا بخوام 1 کیلو موز بخرم مثلا 1.7 سنت، یا مثلا بخوام خریدای دیگه مثلا پرتقال داشته باشم، یا مثلا گوجه داشته باشم 3 خورده. گوجه یه چیزیه که اینجا وقتایی که فصلش نیست خیلی گرون میشه، وقتایی که فصلش یکم قیمتش مناسب تر میشه. یا مثلا بخوام سیب زمینی یا پیاز بگیرم که دوباره اونم ممکنه مثلا 1.8 تا 1.6 هر کدومش پول سیب زمینی پیاز من بشه. پس میبینین قیمت‌های خورد و خوراک من و در واقع فروشگاه مارکت من هم هست. و بعد میرسیم به بحث یکی دیگه از هزینه هایی که دارین شما، هزینه ترانسپورتیشن شما هست. یعنی اینکه من چجوری میتونم ترانسپورتیشن داشته باشم. مثلا اینکه بخوام بیام یه بلیت یک سفره بگیرم، چون اینجا سری بلیط هایی هست یک طرفه و یک سفره است، بعضیا اینو نمیدونن. شما وقتی یه بلیت میگیرین اینجا، این بلیت برای این نیست که بری باهاش برگردی، درسته روش نوشته 2 ساعت ولیده، ولی این بلیت فقط در یک جهت. خیلی‌ها نمیدونن و غیر قانونی ازش استفاده اشتباه میکنن. شما با این بلیت فقط میتونی بری به یک سمت، بخوای برگردی باید یه بلیت دیگه بگیری، حتی اگه اون 2 ساعتش تموم نشده باشه. پس هزینه بلیت من هست و میتونم بیام مثلا ماهانه 84 یورو بدم، تو رنج 84 یورو، حالا قیمتش موقعی مختلف فرق داره، و یه بلیت ماهانه بگیرم ازش استفاده کنم که البته الان لازم نیست انقدر پول بدین. بلیت 49 یورویی اومده، لینک اونم میذارم، اگه نگرفتین حتما بگیرین. با 49 یورو نه تنها تو شهر خودتون، تو کل آلمان میتونین از سیستم حمل و نقل استفاده کنین. یه بحث دیگه اینه که ممکنه من بخوام از تاکسی استفاده کنم که همونجوری که می‌بینیم براتون قیمت‌های تاکسی رو هم گذاشتم. قیمت‌های تاکسی خیلی اینجا گرونه، یعنی مثل ایران نیست، چون تقریبا چیزی مثل ایران خطی نداریم وایسته پر کنه بره. معمولا همه چی حالت میتونم بگم دربسته، یعنی شما سوار میشین فقط شما رو میرسونه مقصد و گرون هم هست، چیز ارزونی نیست تاکسی. بعد از اون ممکنه شما هزینه‌های دیگه مثل هزینه‌های ورزش داشته باشین. قاعدتا خیلی مهمه که به سلامتی خودتون اهمیت بدین. مثلا ممکنه من ماهانه بخوام 38 یورو پول بدم برای اینکه عضو یک باشگاه ورزشی شم و از اون باشگاه استفاده کنم. قاعدتا این 38 یورو میتونه بیشتر یا کمتر باشه، میتونه از حدود 20 یورو همونجوری که می‌بینین شروع شه تا 80 یورو هم حتی بره بالا، بستگی داره چه باشگاهی باشه، چه امکاناتی داشته باشه. یا اینکه ممکنه مثلا من بخوام سینما برم، پس بالاخره در ماه ممکنه استولوش 12 یورو خرج سینما رفتن من و اینترتینمنت من بشه. و هزینه‌های دیگه مثل لباس. ببینید یه سری هزینه‌ها هست مثل لباس که شما هر ماه ممکنه نرین لباس بخرین، ولی ممکنه یک ماه خرج زیادی برای لباس بکنین، یک ماه اصلا خرج نکنین. همونجوری که می‌بینین مثلا ممکنه من بخوام برم یه دونه جیم بخرم، شلوار جیم بخرم و یه چیزی برای من هولوش 82 یورو مثلا هزینه خرید شلوار جین من بشه. و باز دوباره میگم 82 یورو بستگی داره شما چند تا بخرین در سال، از چه فروشگاهی بخرین، از چه برندی بخرین، تو تخفیف بخرین، تو تخفیف نخرین. یه چیز جالبی که اینجا هست اینه که شما تخفیفاشون واقعا تخفیفه، یعنی پیشنهاد میکنم وایستین حراج چه برین تو حراجش بخرید. یا اینکه همونجوری که میبینین لباسای مختلف هست، مثلا ممکنه من بخوام برم از نایک کفش بگیرم، ممکنه بخوام برم مثلا نمیدونم یه لباسی بگیرم برای فصل‌های مختلف که قیمتاشو براتون این کنار گذاشتم با همون بازش که ببینین هر کدوم چقدره. اما یه نکته‌ای که هست، اولا که من این سایت رو کامل براتون میذارم که بتونین این هزینه ها رو ببینین هر کدوم دقیقاً توی برلین چقدره. و یه نکته جالب در مورد این سایت اینه که شما توش میتونین هزینه ها رو حالا هم برای افراد مجرد ببینین، هم برای افراد متأهل ببینین، هم برای شهرهای مختلف با هم مقایسه کنین. یعنی مثلا من الان برلین رو دارم، حالا مثلا میخوام برلین رو با هامبورگ مثلا مقایسه کنم ببینم چقدر هزینه‌اش فرق داره. میام هامبورگ رو وارد میکنم اسمش اونجا و برای من این هزینه ها رو مقایسه میکنه و میگه هر کدوم توی هر کدوم از این شهرها چقدر بالاتر و چقدر پایینتره.
پس میبینین یک روش خوبیه برای اینکه شما بتونین شهرهای مختلف رو با هم مقایسه کنین و توی جدول هم به صورت خلاصه اینو بهتون میده که مثلا شما به صورت متوسط رستوران بخواید برین توی برلین ممکنه گرونتر شه یا توی هامبورگ، یا مثلا برای سکونت کجا ممکنه براتون ارزون شه. همینجوری میتونین شهرهای مختلف رو با هم مقایسه کنین و حتی به صورت نموداری همونجوری که میبینیم بهتون کاست آف لیوینگ یعنی هزینه زندگی رو میده که در مقایسه با شهرهای مختلف کشورهای مختلف چجوریه. مثلا میبینیم برلین و هامبورگ خیلی با هم فرق نداره، ولی خب مثلا تو آمریکا خیلی بالاتره، یا مثلا کشورهای دیگه، حالا لندن و جاهای دیگه هم براتون مقایسه میکنه و همینجوری میتونیم به نتیجه برسیم کجا بهتره. ممکنه بعضیا بگن وای بعضی از این قیمتاش درست نیست، ببین سایت مال من که نیست، یه سایت آماری کلیه، ممکنه قیمتاش قیمت همین امروز صبح که شما میرین فروشگاه نباشه، ولی میانگینی از روزهای اخیره و ممکنه دقیقاً سنت به سنت به شما اون مبلغی که باید رو نگه، ولی یه دید خیلی درستی از هزینه‌های ماهانه بهتون میده و حتی یک قسمت داره که شما خودتون میتونین توی اون قسمت حساب کنین که برای شما هزینه‌های ماهانتون چقدر میشه، که اونم خیلی خوبه. یعنی خودتون وارد میکنین که شما، چون گفتم فرد با فرق میکنه دیگه، خودتون انتخاب میکنین که شما چه هزینه‌هایی دارین، یعنی یه قسمت استیمیشن داره، وارد اون قسمت استیمیشنش که میشین میتونین وارد کنین که مثلا من چند بار در ماه میرم رستوران، چند بار در ماه میرم سینما یا اصلا نمیرم سینما، چقدر لباس میخرم، چقدر هزینه جا میخوام بدم، داخل شهر میخوام باشم، خارج شهر میخوام باشم، و بر اساس همه اینا حساب میکنه بهتون میگه برای شما خرج ماهانتون چقدر میشه، که خیلی میتونه کمک کنه بهتون و خیلی میتونه دید بهتون بده که واقعا خرج واقعی ماهانه شما چقدره. به جایی که بشینین حرفای من یا حرفای یوتیوبرای دیگه یا حرفای مشاورای دیگه رو گوش کنین، خودتون بر خودتون حساب میکنین، با اون ویدیویی که گفتم در مورد حقوق مقایسه میکنین که حقوقتون تو رشته شما چقدره، در نظر میگیرین مالیاتشو، بعد از مالیات چقدر هزینه دارین و آیا اونجوری که تو اون ویدیو گفتم تش قراره براتون هیچی نمونه یا اینکه تش براتون یه چیزی میمونه. و خب همونجوری که بچه‌ها گفتن همیشه همه چیز بحث مادیات نیست، یعنی حتی اگه شما بیاین اینجا کل هزینه ماهانتون اندازه حقوقتون شه و همش خرج شه، باید اینم در نظر بگیرین که اینجا خیلی چیزهای دیگه ممکنه داشته باشین، ممکنه آرامش بیشتری داشته باشین، ممکنه زندگی بهتری داشته باشین، که اینا رو هم قبلا تو ویدیویی با عنوان 10 دلیل برای مهاجرت براتون گفتم که به اون 10 دلیل باید مهاجرت کنین که لزوما اون دلایل مادی نیست و حتما پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم ببینین. برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. هر سوالی داشتین بهم بگین و بگین دوست دارین در مورد چه چیزی بیشتر براتون ویدیو درست کنم. تا بعد.